رسانه. ممنون که امروز پوشش خبری این بازی رو داشتید. آقای نظر محمدی در مورد بازی صحبت میکنن، بعد از اون در خدمتتون خواهیم بود با سوالاتی که مطرح میفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم اول عرض سلام و ادب و احترام دارم با توجه به اینکه توی بازی با خیبر این توفیق میسر نشد که خدمت شما باشیم. بعد از اونم بازی خارج از خونه بود. توی جمع عید فطر رو خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم. همون جوری که میدونید تیم داماش توی 2-3 هفته گذشته با تیم‌های بالای نشین جدول بازی داشت و با تیم اول و دوم جدول بازی داشت و بازی بسیار بسیار سنگینی بود. بازی که امروز بچه‌ها انجام دادن جلوی تیم چادرملو، یه بازی شجاعانه، درگیرانه، فیزیکی، جنگنده، با قلبشون بچه‌ها بازی کردن. ما باید بپذیریم که تیم داماش با 19 امتیاز توی 17 رده‌بندی جدول حضور داره و تیم چادرملو با فکر کنم 57 امتیاز به عنوان تیم دوم جدول و شانس اصلی صعود به لیگ برتره و تیمی که این شرایط داره با اعتماد به نفس بسیار بسیار بالا، تیمی که به هر حال توی نیم فصل دوم از شرایط خودش به نحو احسن استفاده کرد، هم تمرینات مناسبی داشت، هم به موقع تیم خودشو تقویت کرد با بازیکن‌های لیگ برتری که داشت و ما خودتون میدونید 20 روز اول بین دوتا نیم فصل رو خوب تمرینات تیم تعطیل بود. بعد از اینکه استارت زدیم شرایط مناسب برای اینکه یارگیری که دلمون میخواست انجام بده، علیرغم اینکه کسی دخالت هم نکرد، ولی به هر حال برای جذب بازیکن توی نیم فصل دوم یه سری ابزاری نیاز داری. همتون میدونید که منظور من چیه. باید دستت پر باشه از نظر مالی و بتونی هر بازیکنی که دوست داشتی بگیری. ما تمام تلاشمون این بود که 8 بازیکنی که به دلیل مشکلات مالی نرسیده بود به 40% 45% طبق قرارداد از ما جدا شدن، تلاشمون کردیم که ما بقیه بازیکن‌ها رو بتونیم حفظ کنیم و با توجه به ارتباطاتی که داشتیم بتونیم بازیکن‌ها رو به جمع ما اضافه بکنیم. این رم باید بپذیریم. شما خودتون شاهد هستید توی بعضی بازی‌ها مثل بازی شاهین بندرآمری، مثل بازی با جمع، داوری چه کارایی رو انجام داد که داماش نشد که موفق بشه. ببینید ما حق نداریم سرمربی‌ها تو کنفرانس در مورد داوری صحبت بکنیم، چون که بلافاصله با واکنش کمیته انضباطی مواجه میشیم و ما رو محروم میکنن. خب ولی شما خودتون دیدید توی شهید بندرآمری، توی شاهین، اونجا دقیقه 2 خطایی که روی داروش بخت انجام شد میتونست منجر به مثل صحنه امروز چی بشه؟ اخراج بشه. دقیقه 2 و ما اونجا میتونستیم 88 دقیقه فقط تو دقایق قانونی بازی با شاهین 10 نفره مواجه باشیم. بعد اینکه یکی عقب افتادیم تو نیمه دوم یک پنالتی 100% روی بلال میرزاعلی گرفته نشد و چون ما مدیر عامل بالا سرمون نیست، کسی رو نداریم کنارمون، این چنین داره به ما اجحاف میشه. من تمام غصه من اول به خاطر هوادار، دوم به خاطر بازیکن منه. بازیکن من جون داشت میداد توی جمع، اما داور مسابقه گل صحیح حسین خیری رو آفساید گرفت. من قبول دارم اشتباهات داوری جزئی از بازیه، همونجوری که من به عنوان کادر فنی اشتباه میکنم، بازیکن تو زمین اشتباه میکنه، داورم این حق و اشتباه رو داره، میپذیرم، به خصوص داورای جوون. خب گله، اما شرایط تیم‌ها تو جدول به گونه‌ایه که ما طاقت دیگه بیش از این ضربه خوردن از این مسائل رو نداریم. ما تو میانه جدول نیستیم. به همین دلیل اشتباهاتی که میاد برای ما این اشتباهات بسیار بسیار بزرگه. این رو شما نگه دارید. ما یه پنالتی دیگه هم روی رضا زاید تبار تو همون نیمه اول انجام شد که متاسفانه نگرفت.
خب با تغییر پلن بازی رو برگردوندیم، اما باز هم به دلیل همون فشارها ما توی بخش روانی باید فشار از رو دوش بازیکن برداریم تا بازیکن ریلکس‌تر باشه. من امروز پایان بازی از بازیکن‌ها تشکر کردم، نه به خاطر نتیجه باب دل من و هوادار و هیچ کس نبود و شما اصحاب رسانه نبود. تنها چیزی که شما و ما و حتی بازیکن‌ها رو راضی می‌کرد فقط کسب 3 امتیاز بود. ولی بچه‌ها جانانه جنگیدن. این جنگ رو باید بازی با خیبر می‌کردیم. من بابت بازی بد بازیکن‌ها و خود کادر فنی از همه هوادارا عذرخواهی میکنم. این شجاعت هم دارم، فقط شرایط نبود که تا الان این کارو بکنم. بعضیا میگن که علی نظر محمدی تا میبره میاد تو کنفرانس. امروز اومدم فقط به احترام شما اصحاب رسانه و هوادار که بیام بگم امروز صداتون رو شنیدیم، قبلا هم شنیده بودیم. 20 بار از ما حمایت کردی، پشت ما رو خالی نکردی، 1 بارم از ما انتقاد کردی، بالای سر جا داره. دست تک تکتون رو میبوسم. با این شرایط بد اقتصادی وقت میذارید میاد عزادی از تیمتون حمایت میکنید. وظیفه ماست براتون جون بذاریم و میذاریم و دارید میبینید که داریم میذاریم. امروز دیدید سعید طالبی با لب ترکیده و خونالود، آرمان لطف خدا با همین شکل. ما باید کنار هر اتفاقی که حول و حوش داماش میفته باید نکات مثبت رو ببینیم و یادمون نره و کنار همه نقدایی که به تیم داریم نکات مثبت رو ببینیم، یادآوری کنیم. ما هفته گذشته 6 روز پیش 3 تا از جمع خوردیم. امروز با تغییرات فراوان تو خط دروازه و خط دفاع جلوی تیم دوم جدول که 17 تا برد داره، اینو خوب توجه کنید، 10 تا بردش تو خارج از خونه است، جلوی اون تیم دروازه اونو بسته نگه داشتیم و اگر خداوند مقدر میدونست امروز میتونستیم 3 امتیاز بازی رو حداقل توی 10 دقیقه آخر بگیریم. ما الان آسیب بازی با خیبر و با چادرملو رو نداریم. ما اونجای آسیب دیدیم که خوش طلایی رو اینجا نتونستیم ببریم، دریای بابل اینجا نتونستیم ببریم، مثل سنگون اونجا نتونستیم ببریم، شاهین بندرآمری رو نباید میباختیم، بابل رو نباید میباختیم. ما از بابت این مساوی نباید خودمون رو سرزنش بکنیم، باید به تیم روحیه بدیم، بار از رو تیم برداریم. من دست تک تک هوادارا رو میبوسم. نقد، انتقاد و هر گونه گله‌ای که داشته باشم بالای سره. وظیفه ماست که هوادار روزایی که ما رو حمایت میکنه، روزایی هم که نقد میکنه، هر دو رو بپذیریم. اون روزایی که مورد حمایت قرار میگیریم نباید از خود بی خود مغرور بشیم، اون روزایی هم که ما رو مورد نقد قرار نباید مایوس بشیم. ما کنار این مردم داریم زندگی میکنیم. این مردم تو این شرایط بد معیشتی تمام عشقشون اینه که تیمشون ببره تو آزادی، یه هفته شاد باشن. من این رو فیلمش هست، روابط عمومی ما آقای حقدادی رسانه ما میتونه بذاره. من هر بازی میگم هیچ عزتی بالاتر از این نیست که دل کسای دیگر رو شاد کنی. ما با یه بازی بردمون دل هوادارمون رو شاد میکنیم، یه هفته هوادار سرمست اون موفقیته و با اون پیروزی خانواده‌اش هم شاد میکنه. ما یه مجموعه هستیم که به همدیگه گره خوردیم. ما میبریم، هوادار لذت میبره، خانواده ما از بابت این برد لذت میبره، خانواده هوادارم با هوادار یه هفته شاده داره. ما میبازیم، خانواده ما با ما غمگینه، ناراحته، خانواده هوادارم با خود هوادار ناراحت غمگینه. این خانواده بزرگ داماش، این همدلی تا روز پایان سوت بازی سایپا، شک ندارید که موفقیت داماش میمونه تو لیگ. این رو با اطمینان خاطر میگم بهتون، با اطمینان خاطر میدم. ما بازیایی که سنگین بود امروز پشت سر گذاشتیم، به سمت سراشیبی میرسیم با امید خدا تو بازی. نه که هیچ بازی سبک باشه، هیچ بازی سبک نیست، همه بازی سنگینه، ولی با تیم‌های بالای جدول و صدرنشین
بازیامون تموم شد، به سمت پایین میریم ایشالله با حمایت همین هوادار روزی که به من فوش بدی، به تیم من فوش بدی، دستتو میبوسم، ازت التماس میکنم دوباره بازی شهر راست رو تو استادیوم ببینم. اگه شده میام در تک تک خونه های شما رو میزنم، ازتون خواهش میکنم بیاید از تیم حمایت کنید. من علی نظر محمدی از جنس خودتونم. اگه من آدم ترسو و بزدلی بودم از این شرایط میترسیدم، استعفا میدادم میرفتم خونه، همه هم از من میپذیرفتن، میگفتن تیم کسی نیست از این تیم حمایت کنه. ولی همین هوادار اومد نیم فصل دنبال من و من به عشق این هوادار جونمو میذارم. دیدید که بعد بازی خیبر چه اتفاقی برای من افتاد، ولی خم به ابرو نیاوردم. با وجود این که آقای حقدادی هم میدونه یه سری محدودیت‌های پزشکی هم دارم، با توجه که به فشار خون بالا، ولی از اولین جلسه تمرین بعد بازی با خیبر تمرینات تیمو رها نکردم. تا روز آخر محکومیم به جنگیدن برای نام رشت، برای هویت بزرگ و هویت پاک و مقدسی به نام داماش.